اون متوهم خیال باف اعلان کرد که ایران ضعیف شده. آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده. صدام هم به خیال اینکه ایران ضعیف شده حمله رو شروع کرد. ریگان هم به خیال اینکه ایران ضعیف شده اون کمک‌های اونچنانی رو به رژیم صدام انجام داد. اونها و ده‌ها متوهم دیگه به درک واصل شدن. رژیم اسلامی روز به روز رشد پیدا کرد. به شما عرض می‌کنم این تجربه این بار هم تکرار خواهد شد.